با وارد کردن کلمه سال در گوگل تاجیکی اولین کلمه‌ای که پیدا می شود موش است. امروزها مثل من اکثر نفران می‌خواهند درباره سال موش معلومات پیدا کنند. سال خوبان به انجام می‌رسد و اما را سال موشی سفید در پیش است. می‌رویم تا از نجوم شناسان بپرسیم 2020 چی سال خواهد بود؟ در این بنا کائنات را نظارت می‌کنند. کارمندان پژوهشگاه استروفیزیکا حرکت هر جرم آسمانی نزدیک به سیاره زمین را زیر ذره‌بین قرار دادند. جرم‌هایی که اساسی تقویم‌های موچل یا تقویم قدیمی تاجیکی است. اساسی تقویم موچر که در بین ما بسیار وسیع استفاده برده می شود از یک چند پدیده ها دارد. یکی از آن در آن عقیده‌اند که تقویم موچر از حساب گردش سیاره مشتری در اطراف آفتاب است که یک گردش پوره سیاره مشتری در اطراف آفتاب در حدود 12 سال را تشکیل می کند. موچل یا مرجل از قدیمترین سال شماری است که تاکنون در مناطق کوهستانی تاجیکستان به آن باور دارند. با باور مورخان تقویم موچل بار اول در بین اویغوران چین همچون سال شماری مردمی از روی جایگیرشوی برج‌های آسمانی به وجود آمده است. در دوره تحت تصرف مغول‌ها بودن قلمروهای امروزه آسیای میانه و ایران بین تاجیکان و دیگر ملت‌های این قلمرو سال شماری موچل جاری شده است. مطابق فرهنگ مردمی در این نمود سال شماری 12 جانور به نوبت نامگذاری شده به 6 جانور حلال و 6 جانور حرام تقسیم شده‌اند. گویا به قولی که چنگیزخان سال میخواست که شورش بردارد به یک دولت دیگر حمله کند و تمام چوکران وی عرض کردند که این سالی که شما شورش میبردارید سال اسب است و از روی خاصیتی همین تقویم سال اسب برای شورش نابرار است. و در همون دوره چنگیزخان گویا شمشیر خود را کشوده میگوید که این سال مار است. کشاورزان تقویم موچل را وسیع استفاده میبرند. هر سال را به خصلت‌های آن جانور تشبیه می‌دهند و از سال خوب یا بد، سرحاصل یا کم حاصل بودن آن پیشگویی می‌کنند. مثلا میگویند موش جانوری ضرررسان است. از این رو سال کم حاصل شده ناقصی‌های گوناگون دارد. اما نجوم شناسان در این مورد نظری دیگر دارند. به خاراکتر خود همین حیوان اگر نگاه کنیم، موش یک حیوانی است که قابلیتی بنیاد زور دارد، یعنی که یک استعدادی بلند دارد، خاطره مستحکم دارد، چست و چالاک است، ذخیره کار است. یعنی اون توصیف‌های در وی دیده می شود که اگر اون را ما با انسان ربط کنیم، پس من باوری گفته می توانم که در سال 2020 که اون را موش سفید می گویند، من باوری دارم که سال بنیاد با برار می آید. تأثیر موچل به تقدیر انسان را در هر مناطق تاجیکستان به طرزهای گوناگون شرح می‌دهند. مردم در این مورد چگونگی سال موچل شخص را از روی شکل و رفتار جانور پیشگویی می‌کنند. طالع بینی‌شان هم در سال موش وابسته به خصلت‌های این جانور چست و چالاک است. اما سؤال مطرح این است که تا کجا این طالع بینی‌ها اساس واقعی دارند؟ از روی علمی استرونومی اگر نظر کنیم، این گفته‌هایی که در بالا قید کردیم یعنی که جای بحثی، یعنی که جای علمی ندارد. با فکر من برای انسانیت که در روی زمین زندگی میکند بجز آفتاب که مثال خروج آفتاب اگر زیاد شود یا که کم شود با اون بیماری‌هایی که مثال دق نفس هستند، فشار خون دارند، اونهایی که دیگر بیماری هستند تاثیر میرساند و حادثه مد و جزر است. از طرف ما این هم تاثیر رسانده میتواند. دیگر یگان عاملی نیست که با انسان تاثیر رساند. اگر برخی در جستجوی معلومات و گفته‌ها درباره سال موش سفید باشند، گروهی دیگر از کبیسه بودن سال 2020 حرف میزنند. ماه فوریه سال نو 29 روز دارد. این حالت در 4 سال یک مرتبه پیش می آید. تقویمی که حاضر ما استفاده میبریم اساسش رو دوامناکی سال تروپیکی یعنی گردش زمین در اطراف آفتاب معین میکند. دوامناکی گردش زمین در اطراف آفتاب در مدت یک سال به 365 از 125 شبانه روز عبارت است. و اگر ما این خیلی نگاه کنیم، انمون 0.25 شبانه روز در طول 4 سال جمع شده یک شبانه روزی علاوگی را پیدا میکند.
و محض انمون یک شبانه روزی ایلوگی که در سال چهارم پیدا می شود در آخر ماه فوریه ضم می شود و اون به 28 و 29 می آید. میان ساکنان گفته‌های نیز وجود دارد که گویا در سال کبیسه آفت‌های طبیعی و یا دیگر حادثه‌های ناخوش رخ می‌دهند. اما نجومشناسان مطمئنند که این گفته‌ها اساس‌های علمی و واقعی ندارند. این سال تنها به نفران تاثیر دارد که در روز 29 فوریه تولد شدند. یعنی آنها در 4 سال همگی یک مرتبه امکان تجلیل زادروز خود را دارند. در هر صورت به همه‌تان سال خوب و باقرار تمنا داریم.